سلام آقا. سلام. سر کلاس کلا نداریم ما. بردا کلا. سلام آقا. براتون هدیه گرفتم. سلام عزیزم. مرسی پرام جان. لطف کردی. سلام آقا. من چاپلوس. بابا. خب بچه‌ها من میرم لیست حضور غیابتون رو از دفتر بگیرم. لطفاً شلوغ نمی‌کنید. چیزی هم سر کلاس نمیخورید تا برگردم. آقا پرهامم مبصرتون هستم. چاپلوسی اینا هم داره دیگه، مبصری و من برمیگردم. مگه ندیدی معلم گفت هیچی نباید سر کلاس بخوریم؟ به نظر من اهمیت نداره. آدم فروشی هم به چاپلوسی خودشونید اضافه کن پرهام علی. ببینم عکسمو. فکر نگرفتم. گنگ. خب. اون چی بود قایم کردی؟ چی؟ آقا اجازه داشت پفک میخورد. نه آقا ازش عکس گرفتم. گوشی آوردی مدرسه؟ همین تو رو خدا. جمع می‌کنی پرهام میری در دفتر. براتون هدیه. همین که گفتم. تو هم دفعه آخرت باشی چیزی بخوری سر من کلاس. اصلا نمیرم در دفتر. چه گو خوری ها؟